علم دارم به دل گردا بی غم دارم. علم دارم به دل گردا بی غم دارم. لبانم گرچه خندان است، لبانم گرچه خندان است، ولی چشمانی کم دارم، ولی چشمانی کم دارم. علم دارم به دل گردا بی غم دارم. علم دارم به دل گردا بی غم دارم. ассалому алайкум дӯстони азизу арҷуманд тамошобинон. чун ассалому алайкум ки гуфтем, ба шумо саломатӣ хоҳон ҳастем. аз парвардигор беҳтарин неъмат саломатӣ аст. аксари мо ба қадри саломатии худ намерасем, ба қадри ана ҳамин гуна неъматҳое ки дар тамоми вуҷуди мо ҳаст намерасем. мо дар тарабхонаи бурaq қарор дорем. аз ин сабаб имрӯз мо тасмим гирифтем зиёда аз 50 нафар нобиноёнро даъват кардем аз ҷамъияташон ва хостем ки аз ҳоли инҳо бохабар бишавем. аз ҳоли инҳо бохабар бишавем, даъватшон кардем ва худоро шукр ки омаданд. яке аз олитарин меҳмони мо дар ҳамин тарабхона ҳастанд. ҳама нишастаанд ва мо ҳамроҳи инҳо каме ҳам бошад суҳбат мекунем ва ба шумо пешкаш мекунем. اگر چند جفا دارم، دو چشمی نابینا دارم، ولی شکرانه میگویم بسر عقلی رسا دارم. اگر چند جفا دارم، دو چشمی نابینا دارم، ولی شکرانه میگویم که سالم دست و پا دارم. پناه در سرم دارم، خدا دارم چی غم دارم. پناه در سرم دارم، خدا دارم چی غم دارم. علم دارم به دل گردا بی غم دارم. علم دارم به دل گردا بی غم دارم. پناه در سرم دارم، خدا دارم چی غم دارم. پناه در سرم دارم، خدا دارم چی غم دارم. این سرداری که با وسیله این شخصیت نابیناها را جمع کرد، خادمان ایجاقتی بسیار منت دارم. برای همین سخن در باب مادر گفتند تا پدر راضی نباشد دان که خالق راضی نیست. مادرت راضی نباشد در خاندانت شادی نیست. رسول اکرم میگوید الجنت تحت اقدام الامهات، جنت در زیر قدم مادر است. چگونه؟ دلاور شاه سفرزاده گفتند همین صحبت کردن به خاطر این بسیار منتداری از جانب جمعیت نابیناها و این وسیله که همه نابیناها را آورده. بسیار منتدار هستیم از این دوله سلاله پیشوای معظم ملت که بسیار تنجی و امانی تاروز هستین. سربلند باشین با این مهمانداریتان منتداری خود را بیان میکنین. تشکر. شما از کجا اومدید که اینقدر صدای جذاب دارید؟ راستی بسیار صداتون به من پسند آمد. من آزی قضیه شما صحبت میکنم زیرا که خوش همان عمر در صحبت مردان خدا با خداجوی و به اهل محبت گذرد. اهل محبت میبینم چهره های خندان شما را و با بسیار منتدارم که این فرزندهای برومند ملت تاجیک، شما همان فرزندهای برومند ملت هستید که با پدر و مادر نه با تمام مردم ملی و خاص برای نابیناها خدمت کردید. از این لحظه های زیبا دیگر سخنهای در پیش استادا و برادرها سخن نکنم. بسیار منتدارم که دوستای ما بودین که باز
همه ایها را یاد کرده بودم اکثر شب، لیکن باز در اینجا به وسیله شما جمشید جان این خما را آوردن تا حتی دینا بر ما زنگ زدن که خاصتا میای. من گفتم البته ما میندار شما بسیار خوشحال شدیم. من قطعی شمالی صحبت هم میکنم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. میخواستم اولتر از همه شما همه مردم تاجیکستان با آمدی که روزای به شما رمانده از ماه مبارک رمضان تبریک گفته باشم. ماهی که افضلترین ماه‌ها در نزد خداوند مهربان است و ماه بخشایش کل گناه و خطاهام است و خدا کند که ان شاء الله این ماه سرتاپا برکت باشد برای ما، سرتاپا آموزش بخشش گناه و خطاهام باشد. و سپاس مینداری برای شما و برای هر یک نفری که سبب شدن برای جمع آمدن ما با همراه دوستامون و سپاس مینداری خودم و هر یک شما خواهم میرسونم. شما زنده باشید. میندار. سلام علیکم اخوای دلوار جان. پیش از همه به شما و بینندگان شما نوروز خجسته را تبریک میگم. بسیار شدم که با شما از نزدیک شناس شدم، دیدم شما را اخوای دلوار. من بسیار نوروز شما را در شبکه اجتماعی میدیدم، راستیگه بسیار نوروز شما را گوش میکردم. از مقصد که نوروز شما بسیار تربیوی است. نیکی همی فقط من نمیتونم پروسا کامنت نایسا نمیتونستم تلفنم که گواریش فقط کامنتاری از اینده فقط یک سوال دامی ذهن من میومد که من فقط نوروز شما را گوش میکردم با شما دامین بسیار وای نوراتون میگفتن که استادم این میگفت، استادم وای میگفت، استادم این میگفت. ما فقط از ذهن میومد که همین استاد اخوای دلوار کی باشه که قدر استادش نصیحتش نکرده. وقتی که انسان از خودش گپ زند به مردم تاثیرش دیگر است. وقتی که اگر هر چیزی که در سرش آمد خواه از یگان استادها است یا که خواه تماما یا ایجاد کرد تولید کرد، اگر که گوید که استاد گفت فلانی، استاد گفت این قبولش دیگرگون است. اگر من گفتم فلان کار یا من این کار، این قبولش دیگرگون است. و در زندگی ما از هر کس یک نقطه را هم اگر به خود گیریم او علاقه استاد حسابیده می شود. به این خاطر اگر از صفر گیریم، از زمین گهواره که ما اومدیم همه چیز رو از زندگی آموختیم، برای ما آموزش میدن. به این خاطر استادها زیاد هستند تا استاد بگیم. آخه اخوای دلوار همین خیلی استاد بازاق میگه که باور که میگه که برام در پیش هم استاد همین بیاوم کی باشه قطعش یا مقصد که همین وای کننده استادهای اصلی ما این مادر است، چون که مادر در تربیه فرزند بسیار یک سهم بزرگی دارد. خیلی گفتنیم که رحمت 100 ساله شوید. خیلی کو چیزی که کردی خدا برگردونه 100 برابر. خسته نباشید. سلام علیکم. بار دیگر چه حال دارید؟ چنه چی بگویم؟ هر چی میخواید بگویید. تابتون چگونه است؟ تابتون نفهمیدم. تابتون چگونه است؟ настроение چگونه است؟ настроение خوب. من اوقوای نمیتونم گپ زدم کاملا. کدوم زمان گپ زدم میتونم؟ روسی سبکتر آمدم. Ну как настроение? Настроение хорошее. Да? Ну видно. پیش از همه مینداری بیان میکنم برای تشکیل کنندگان همین محفل. چی گفتنیم؟ شکرانه صلح و وحدت رو پیش از همه میخواهم کردن که به نوروز نو رسیدیم، به بهار رسیدیم. آرزو دارم که در تمام دنیا صلح باشد، جنگ نامی جنگ نیست شود از دنیا. صلح که باشد، مادرات اینجا مادرها خوشبختند، همه اهالی خوشبخت است وقتی صلح است. باز گفتنیم که بعضا نفرایی که مردمانی که سالم هستند دیده بینا دارند، بعضا مردم نابینا رو دیده به حیرت میافتند. مثلا شخصا بعضا به من سوال میتین که چشمت نمیبیند، لباسات چخه میپوشی؟
یا اینکه چشمت نمیبینه چه تو لباسات میشوی چه کاری خانه تا به انجام میدی. خوب ما مردمی نابینا هم که باشه مثل تمام مردمی سالم یعنی که در همین جامعه فعال هستیم، هم از عهده کاری خانه برآمده میتونیم، هم میتونیم از عهده دیگر کارها برایم، یعنی که در جامعه ما هم مثل دیگران پیش رفته ایستادیم. خوش آمدید. خوراک‌ها به شما پسند آمد یا غیر عادی بود؟ بسیار خصوصا خوراک اول در نظر من من نمیدونم چی گویم، یعنی که بهترین میخواستم که طرز آماده کردن همون خوراک فهمم. علم دارم به دل گرداب غم دارم، علم دارم به دل گرداب غم دارم، پناه در سرم دارم، خدا دارم چی غم دارم، پناه در سرم دارم، خدا دارم چی غم دارم. سلام علیکم، خوش آمدید به طلبخانه. دلوار نام دارم، سفروف. از شناسایی بسیار شاد هستم و پس از چند لحظه حتما نزد شما میویم. رو کلچه قندی ما را تو پسندی، لب لعل و نگاه آهو و مو سلسله بندی، لب لعل و نگاه آهو و مو سلسله بندی. مینداری صمیمی خود و جمع دوستانم را به شما و به دوستان شما که برای چنین یک محفل زیبا را تشکیل نمودن و شما یاری دادن میرسونیم. من شاد از آن هستم که امروز با شما هستم و خوشحال از آن هستم که ما روشن ضمیران رو از مد نظر دور نمیمانید و با ما نیز صحبت ها میگذارونید، با ما نیز نشست ها میگذارونید و این برای من یک خوش است. من دانشجوی کورس دومی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان میباشم و همچنین عضوی اتحادیه ملی معیوبانی تاجیکستان. بسیار خوب. اینقدر صدای جذاب دارید، از کجا آمدید؟ از نغره جان. همین صبح از نغره آمدم. فهمیدم که امروز صحبت داشتیم با اکای دلاور. گفتم باشد، چرا من خودم روزی 20 از همینجا رفته بودم، امروز باز برگشتم. و خاطر با شما یک صحبت صمیمی داشتم برادر عزیز. من ویدیوهای شما رو بسیار پیگیری میکنم، گوش میکنم، گرچند نبینم هم ولی صدایتان بسیار به دلم مینشیند. صدای بسیار خوب دارید، ویدیوهای جالب دارید. تشکر که هستید برادر گرامی. ما هم از دیدارتان خیلی شاد هستیم، بسیار شاد هستیم. خوش آمدید. شما چی گفتنی دارید؟ دست شما درد نکند که امروز همه ما رو جمع نموندید. ما از دیداری هم شاد شدیم و راستی من همیشه چی در اینستاگرام چی در یوتیوب صفحه فیلم تیجی دلوار سفروف رو پیگیری میکنم و همیشه از قصه ها و گفتارهای زیبای شما بهره‌مند میشویم و صدای شما خسته نباشد. نوروز مبارک به شما و به همه آنهایی که ما رو میشنوند و میبینند. در نزد ما جمشید اوچیلوف راهبر فیلیال جمعیت نابینایان شهر دوشنبه. فقط تنها شهر دوشنبه شما؟ شهر دوشنبه. خلاص گفتنی هستیم که خوش آمدید. حضور امان. طلبخانه اصلا در تاجیکستان معین است که چند نفر؟ زیاده از 10,000 نفر نابینا. زیاده از 10 نفر. اون نفری که شما راهبریت میکنید چند نفر؟ 598 تا. 598 تا. اعضایان به قید گرفته شدن. بسیار خوب. خوش آمدید به طلبخانه. مینداری خود را از نام خودم و از نام کل اعضایان فیلیال تشکیلات جمعیت نابینایان شهر دوشنبه با اکای بابا جانب عبدالرحیم و شما اکای دلاور با همه شما مینداری خود را بیان میکنم. اقدام گرفتیم که همین سپاسنامه رسانه با همین اکای عبدالرحیم بابا جانب وای نفر حتما باید اشتراک میکردن. از این سببی که مهمان ها اومدن با مهمان ها شدن تا آخری چورابینی میبیان. مینداریم آدمانی عالی قدر زیاد هستند و خطا نکنم شما درجه اول برای ما عالی هستید. از تحت دل میگیم شما دید بار دیگر برکت کنید. در رو بکش و بهار در پشت در است.
عشق و هوس و خمار در پشت در است. یک زلزله آفتاب در دیده و دل. یک عاشق بیقرار در پشت در است. یک عاشق بیقرار در پشت در است. نوروزتان مبارک شد. چند روز همین شما مشق کردید که تا کی چگونه وای شد که گاه شما خوندید گاه شما، یعنی که بین همدیگر چگونه تقسیم کردید؟ همین گفتم که یک مصرع میخونم، یک مصرع شما. همین الکی ما فهمیدیم. روزی نوروز است. سروی گل عذاری من کجاست؟ در چمن یاران همه جمعند، یاری من کجاست؟ گشته مردم هر یک امروز صید چابکی صید افکنی مردم شکاری من کجاست؟ و شما از دیگران دیده کمی دیر کردید، برای چی؟ خب اولا سلام به شما و به تماشاگرانی که همین برنامه را تماشا میکنند. بسیار خوشحال هستیم که با دلاور سفرов، یکی از گویم هنرمندانی ورزیده که طول چند سال است خیلی با سخنهای خوب طبع مردم را شاد میگردانند و اینچنین خیلی نصیحت‌های خوب میکنند. ما شاد هستیم که با شما شناس شدیم. این واقعی اولین ما است. سبب دیر کردن ما در آن بود که امروزها ما خیلی بند هستیم در چهاربینی‌های نوروزی. حتی من امروز گویم تمرین داشتم، گنرالنی پراگون میگویند، تمرین داشتم، رخصت گرفتم که بیایم با شما بخورم. فردا در ناحیه یوون چهاربینی نوروزی برگزار میگردد حکومتی. از یعنی شما صنعتکار هستید؟ بله ما صنعتکار هستیم، هر دو ما، من و زرین خانم صنعتکار هستیم. یک جای دویت میخونید یا کی؟ نه دویت نه، من در ناحیه یوون فعالیت میکنم. من در ناحیه رودکی. من اصلا هنرمند انسامبل سمونی نزی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان میباشم با راهبری که ما رو به عهده دارن استاد افضل شاشدیف. راستی چهاربینی های ما خیلی زیاد هستند. باز خواستیم به دیداری مشرف شما را ببینیم گفته. اون طرف برای دیگران یعنی که مهارت خود را نشان دادید، پس برای ما هم نشان میدادید یک 4 مصرع شعر. های من بلبلم و بهار دوست می‌دارم، های سه برگه و لاله زار دوست می‌دارم، های سه برگه و لاله زار در باغی شما، های سوگند میخرم شما را دوست می‌دارم، های سه برگه و لاله زار در باغی شما، های سوگند میخرم شما را دوست می‌دارم. ای کرتا سرندی رو کلچای قندی ما را تو پسندی، لب لعل و نگاه آهو و مو سلسله بندی، لب لعل و نگاه آهو و مو سلسله بندی، بیخرام و بیخرام ای نازک اندام، کز دوری دل شد بی سرانجام، کز دوری دل شد بی سرانجام. پناه در سرم دارم، خدا دارم چی غم دارم، پناه در سرم دارم، خدا دارم چی غم دارم. نزد شما هم اومدیم. خوش اومدید. هنگام فرآمدن در کتفی کسی گیتار دیده بودیم. گیتار. شما بود. شما میتوانید او را؟ البته میتوانم که گرفتم. حافظ شیرازی و آهنگ خودم. ای بریندان مکنه زاهد پاکیز سیرشت، کی گناهی دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بر تو بیرو خود را باش، هر کسی آن در رود عاقبت کار کی کشت. من اگر نیکم اگر بر تو بیرو خود را باش، هر کسی آن در رود عاقبت کار کی کشت. Cantar essa
برای ویدیو تای نشد. باغ فردوس لطیف است ولیکن زینهار تو غنیمت شمری سایه‌ای به دولت کشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زینهار تو غنیمت شمری سایه‌ای به دولت کشت. تشکر زیاد. عجیب یک لحظه. گنجی نداره عالمی ویران نماز است توحید بود باده و پیمان نماز است به سجده به درگاه خدا ره نتوان برد گر که بروانی دریان خانه نماز است به سجده به درگاه خدا ره نتوان برد گر که بروانی دریان خانه نماز است. با شرافت شما ما اینجا جمع آمدیم البته با جمع دوستان و یک صحبت خوب صحبت خاطرمانی داشتیم و باشد که این واخوری دوستانه ما بار اولین و آخرین نباشد. چند پیش نوبینه‌های شهر ولایت سوخت با شما واخوری داشتن. من هم اونها هم دوستای ما بودن. خاکی سیاه جان گرفت لاله به دامان گرفت پیشگیری بان گرفت گفتی نوروز شد. خاکی سیاه جان گرفت لاله به دامان گرفت پیشگیری بان گرفت گفتی نوروز شد. پیشگیری بان گرفت گفتی نوروز شد. پناه در سرم دارم خدا دارم چی غم دارم پناه در سرم دارم خدا دارم چی غم دارم. میخوام که همون خیر مقصد پول نتیه و مقصد یک دکان یک گازوادا یا ماروژنی یا چمی یک مایودک خراتیا دالش مقصد چکیدن میگیرد از زندگیش ده دیگه مقصد دیگه محتاجی یگو کس نمیشه که کی ماده مقصد کمک میکنه کی یاردم میکنه دیگه مقصد محتاج نمیشه. خودی شما اگه کسب دارید اگه کسب؟ ما الحمدلله در پیش خونمون فیرما هست گروسچکی میکنم کم کم میخوایم مهنت حلال کنیم پیش اگه مقصد آدمیزاد محتاج گردن کج نباشه. ما مینداریم خداوند خیری برادر اکای رحیم قبول کنه خداوند گذشتگانش رحمت کنه پروردگار دولت چه ای خزیاده کنه. بسیار یک چهره نورانی داشته بسیار یک چهره زیبا. شما از کجا آمدید؟ سلامت باشید برادر عزیز. ما از ناحیه یوان. خودی همین روز آمده؟ نه یک چند روز شد همین نوروزیاد در همین دوشنبه هستم. بسیار خوب. چی گفتنی دارید؟ اولا مینداری بیان میکنم به شما برای که قدر برادرها را جمع کرده در اینجا. یک چند نفری اینا را ما گرچنده که با هم شناسیم ولی چند سال بود ندیده بودم. امروز با شرافت شما ایشان ملاقات کردم به همین خاطر باز یک بار دیگر به شما مینداری بیان میکنم. راستی یک ربایی در یادم آمد میگن که با جامعه کهنه دل من دیگر است صورت صدفم دل نهانم گوهر است ویران صفت وضع پریشان دارم گنجینه تینتم پر از سیم و زر است. نابینایی که در اینجا شدن اکثریتش راستی بسیار یک دل بزرگ دارن. بسیار یک اگر شما از تحت دیشان در آمدشان صحبت کنید بسیار یک آدمای بزرگن بسیار یک آدمای روشن ضمیر هستند. خوشحالم از اینکه
با همین برادرها امروز در اینجا وا خوردم و خیلی که گفتم از شما هم بسیار منت دارم. تشکر. خوش آمدید. خوراکا با شما پسند آمد؟ البته. غیر عادی بود؟ از ملی ما چگونه فرق کرد؟ در حقیقت غیر عادی بود. гул рамзи зебогӣ аст. аз ин сабаб мо ҳисоб кардем чанд хонуме ки дорем барои ҳамаи хонумон дастаи гул медиҳем. чун гул зебо бошанд, чун гул зинда бошанд, чун гул боз чӣ бошанд? Зебо бошанд. Ина гуфтем, боз чӣ? боз чӣ бошанд? Гул. Ҳа. Гула барои чӣ барои занҳо медиҳанд, духтарҳо медиҳанд? Барои зебогӣ. Ҳа, боз барои чӣ? Барои хурсанд кардан. Боз барои чӣ? Молодец. ҳазор миннатдор аз шумо ҳастем ки моро ба ин ҷо даъват кардед, ба ин даргоҳ даъват кардед. Ман бисёр ҳунарҳои мардумӣ дорам. Мехоҳам ки боз дубора даъватмон кунед. Ман ҳунарҳои мардумиамро ба шумо ягон чиз биёрам. Масалан чӣ? Чӣ доред? Мисол ҳунарҳои мардумӣ чӣ месозед? ба риштаи жемпир мебофам, сумкача мебофам, ами гул мебофам, гули садбарг мебофам, шарфи мардона мебофам, ҳамаи чиз мебофам қариб. Боз ба муҳра гӯшбор месозам, дастмона месозам, боз гарданбанд месозам, сепичка, амон чизҳоро месозам. Боз ояндаи дигар гарданбанде ки дар шумо ҳаст, инам аз они худатон, а? Аз они худам аст. Инро як устоди дигарам туҳфа карда буданд. Оле аз ин ёд мегирам насиб боша. Худо хоҳад. ҳамаи мардуми Тоҷикистон хонаобод, сарбаланд, пурфайз ва пурбаракат бошад. Бисёр хуб. Хуш омадед, хуш омадед. Шумо ягон касб доред? иловагӣ бо забони туркӣ гирифта шудам. идотон муборак. Зиқ нашудам, наоборот хурсанд шудам ки ман дар инҷо таваккалӣ омадам. Таваккалӣ омадед? худам аз рӯи чашмам маъюб. маълумотам олӣ, маълимаи забони русӣ ҳастам, барои ҳавай адаби гап задан. Можете на русском? Да, можно и на Спасибо русском. большое. Я очень довольна, потому что вы так жалеете, доброжелательно дела делаете, чтобы Бог вам все это учтил, что вы о нас жалеете, чтобы у вас тоже было благополучно в делах, в личной жизни. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, хорошо тем, что делаете такой пир. Ну, вот у меня вопрос. У вас есть какой-нибудь мечта? Ну, у меня мечта, чтобы у меня свой дом был. У меня Павел Гизай, здравствуйте. Я вот сколько лет это инвалид второй группы. Мы живем из интерната, двое. Очень благодарен, что вы нас пригласили. Дай Бог вам здоровья. Аллах, что у вас все хорошо было. Что у нас все хорошо было тоже. Что у нас дом тоже был нормально. Медидомовский, так это хорошо у нас все было. Мы очень вам благодарны, что у вас все хорошо было. Добро пожаловать. вақте ки ин қадар чеҳраҳои кушоди шуморо мебинад, инсон ҳавасаш меёд. Ин қадар хушбахт, ин қадар чун симо алакай худаш ба ҷои инсон гап мезанад. хуш омадед мегӯем бори дигар. чӣ гуфтанӣ доред? гуфтаниҳо бисёр. ман ҳарчанд кулан нобиноюм, ҳунарҳои зиёде дорам. чӣ гуна масалан? ман каме овардагиюм дар дастам. агар ки ҳизмат омода мекунам болои сол, ба шумо мебинем. даъват намуданд, вақти моро хеле хуш намуданд. миннатдори зиёд. ман гуфтанем ки раҳмати калон барои ҳамин
دستگیریشان مقصد ما را وای میکنن خرسند میکنن همین نداری خودم را به همه به کل همین وای میرسونم. آرزوی ما همه در یک جا با هم دیگر با هم شدن و خیلی صحبت کردن. به‌حد از شما سپاسگزار هستیم هممون کانال‌های شما را در یوتیوب پیگیری میکنیم ویدیوهای شما را. من آرزو دارم که دولت ما پیش رود و چقدر که حاضر شما در دستگیری ما هستید و همیشه در بری ما هستید و ما امروز خیلی خرسند شدیم که از نزدیک با شما واخوردیم. شخصی که چقدر همه ما را هر روز در با ویدیوهای خودتون با آن سخنهای بسیار فلسفی و آن سخنهای بسیار مرکب ولی بسیار سخنهای جدی و سخنهایی که به دل زود تاثیر میکند ما رو رفاقت میکردید و ما بسیار خرسند هستیم که شما ما رو به اینجا دعوت کردید و ما از دیدن شما بسیار شاد شدیم. تشکر. امروز فقط ما رو تعریف کردید لیکن بسیار فلسفی گپ میزنید. معقول شد گپتون. خیلی ما خرسندیم یک روزی بهاری یک روزی نغز با ما را دعوت کردین یک صحبت آزاد خیلی ما هم خیلی در نظرم نداشتیم که بسیار یک چیزی چه میگم باید نه گفتی روسان یجدینی ده ما هم با شما صحبت داریم چون شما یک چهره شناخته با بسیار مردم صحبت میکنیم با تمام طبقه های مردم گویم ده هم با صاحبکارا و هم با صنعتکارا و باز با مردم گوناگون. من فاطمه شمس‌الدین هستم حقوق شناس حمایتگر شخصان دارای معیوبیت. من بسیار همین ویدیوی شما تماشا میکنم بسیار نصیحت های خوب فکرای عقیده های عاقلانه دارید برای من بسیار پسند آمد برنامه شما. من میخواستم که درباره چهره هایی که معیوبیت دارن و در جمهوری تاجیکستان پیشرفت هستن درباره همنا یگان برنامه میکردیم آنها رو همچون برای که بسیار شخصان دارای معیوبیت رو همچون شخصان دستنگر احتیاجمند در جامعه میشناسند. من میخواستم که آنها رو همچون نمونه نشان دهید که چون که در بین شخصان دارای معیوبیت نیست هستن شخصان پیشرفت هستن شخصان مستقل هستن شخصانی که دستاوردهای خوب دارن و بسیار مثال نمونه شده میتونن برای شخصانی که مثلا دلمانده هستن یا که در جاهای از آزادی محرومی قرار دارن یا که شخصانی هستن که در هر یک پیشپا خوردن زندگی دلشکسته میشوند و همین شخصان میتونستن که این نفران رو روح بالات کنند توسط برنامه شما چون که برنامه شما عقیده مردم هم دیگه میشود. بله با من بسیار معقول شد که شما شخصان پیشرفته که در سمت صاحبکاری موفق هستن شما وای میکنید برنامه میکنید و اگر از بین چهره های شخصان دارای معیوبیت نیست هم برنامه کنید به نهایت خوب میشود. با مانند گل دائما زیبا باشید زنده باشید. قومی به هج رفته کجایی معشوق همین جاست بیایی معشوقی تو هم سایه دیوار با دیوار در وادی سرگشت در شما در چی هوایی گر صورت به صورت معشوق بودینه هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایه هم خواجه و هم خانه و هم
با شما یک دعاتید در حق دسترخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. همه کنون بندگان مسلم به سوی پروردگار جل و علا دعا میکنیم که همه کنون رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر منزلین. و بعده خداوند شخص به نام بابای عبدالرحیم است و خداوند دلاورشا و خادمان این محفل است و تمام شخصایی که خدمت ما بندگان مسلم کردند در گرد پرچم السخاء الشجره من اشجار الجنه. سخیگی درخت ای درخت های جنت باشه. اغصانها متدلیات فی الدنیا فمن اخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن الى الجنه. شاخه های سخیگی در دنیا تنک است کدام مثل دلاورشا و بابای عبدالرحیم و خداوند خیر این مسلم ها کرده است جنت جاشان باشه و جمله امتی را در این سلاله پیشوای معظم ملت به تنجی و امانی تا روز محشر در گرد رب اغفر لی ولی اخی و ادخلنا فی رحمتک و بیرق الرحمن علم القرآن. و بعده خدای جل و علا ربی اعوذ بک من الکسل و سوء الکبر و بیرق الرحمن علم القرآن. نصیب شما بگرداند. الله اکبر. خوش آمدید. خوش آمدید. منتظر هستیم. سلام بسین یا یاد از راجون شرم میکنم با این ریشداری زیباگی که مطر زیارت میکنم. امروز مادری بزرگوارم میگیم که حاجی 70 ساله در حق دعا میکنه. شیخی که با ما میگم که مادر همین بابی دلاورشا ما را وارثی کرد فهمیدی ان شاء الله روزی محشر میشه و الله جل و علا طرف فریاد میکنه و خاطری میگه قال الله تعالی خدا گفته صحیح حدیث قدسی است اذا ابتلیت عبدی بحبیبته فصبر اوسط منهم الجنه یرید عینی. صحیح البخاری امام بخاری روایت میکنه میگه وقتی دو چشمکی نابینا خورشید صبر کرد عبادتش در خدا جنتش داد. شخصایی که خیر کردن هموجا رسول اکرم میگوید من قادم 40 خطوه وجب له الجنه. ابو یعلا و طبرانی دو تم حدیث از عبدالله ابن عمر حدیثی رسول اکرم را بیان میکنه. شخص دست نابینا را میگیره 40 قدم میبره جنت به پدر و مادر خودش واجب میشه. وقتی او داخل جنت چی همین شخص را الله میاره میگه ما انا که گفته بودم که دست یعقوب علیه السلام گرفتی عبدالله ابن ام مکتوم گرفتی حضرت عباس گرفتی بچهش عبدالله ابن عباس شاه مفسرین فرزند دیستر خداوند شاه مفسرین کنه مثل دکتری که زکیش میگن و من روسی را نمیدونم میکردم. من در دانشگاه ملی ماجستر میخونم نه دانشگاه ملی اسلامی به نام نعمان ابن ثابت 5 سال تمام کردم. بعد من در قابلجان خوشبخت‌زاده ماجستر دانشگاه تاریخ میخونم فیلولوژی اشتغال کردم و برای همین چیزایتون کم میکنم. یگام مثلا برنامه تشکیل میکنم با فایرود میکنم به هیچ کمی های میخری خب خونه من هم میبینی دلوادار نکی چیزای خوبه مردم نکی کجا دانند به دلها دلی ما کجا دانند به دلها دلی ما گر یک خنده ما درد دارد زی احوال من چه میپرسی زی احوال من چه میپرسی که بیایی دانی برادری تاجیکم آستانم مدار برادری تاجیکم آسانم مدار کجا دانند به دلها دلی ما که هر یک خنده ما درد دارد که هر یک خنده ما درد دارد
خدا رو شکر که جنبست کردیم. همشون خوش و خرسندانه به خانه رفتن و به شما تشکر میگوییم که وقتی خود را دریغ نداشتید، در این لحظه با ما بودید، در خرسندی ما شریک بودید. خود را احتیاط کنید، چون دائما میگفتیم سلامتی خود را که بهترین نعمت است، احتیاطش کنید و ما نیز دعاگوی شما هستیم. السلام علیکم و رحمت الله. زی احوال من چه میپرسی؟ زی احوال من چه میپرسی که بیایی دانی؟ برادری تاجیکم آسانم مدار، کجا دانند به دلها دلی ما که هر یک خنده با درد دارد، که هر یک خنده ما